سلام، با خبرهای این ساعت طلوع خوش آمدید. امروز دوشنبه 17 ماه جوزای سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 7 ماه جون سال 2010 میلادی. در این برنامه سیاوش ضمنی و تمنا احمد زیرانی است با تازه ترین رویدادهای ورزشی و پیش بینی آب و هوای فردا در استودیوی خبر با خود داریم. در آغاز سرخط چند خبر از کشور. واکنش‌ها در برابر کنار رفتن وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی از مقام‌هایشان، ناکام خواندن تلاش‌های جامعه جهانی در کار مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و جرگه ملی مشورتی صلح موافقت بزرگ برای افغانستان و پاکستان. شجاع زاکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ریاست جمهوری نبود امرالله صالح و محمد حنیف اتمر را در دستگاه‌های امنیتی کشور ضایع می‌داند، اما از مسئولیت پذیری آنان ستایش می‌کند. سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید که این دو مقام به خاطر کوتاهی در کار تامین امنیت جرگه ملی مشورتی صلح از مقام‌هایشان استعفا دادند و انگیزه دیگری وجود ندارد. یک روز پس از استعفای امرالله صالح، رئیس عمومی امنیت ملی و محمد حنیف اتمر وزیر امور داخله، سخنگوی رئیس جمهور میگوید که هرچند نبود این دو شخصیت یک ضایعه برای حکومت است، اما رئیس جمهور کرزی مسئولیت پذیری و شهامت این دو را ستایش میکند. این مسئولیت مقامات امنیتی کشور پذیرفتند و با کمال صداقت و با کمال شهامت اینا استعفا دادند و طبیعی است که از یک طرف یک ضایعه بود، از یک طرف دیگر نوعیت حادثه قسمی بود که این باید جدی پیگیری میشد و ما قبلا هم گفتم که ما امیدوار هستیم که از این دو مقام سابقه حکومت افغانستان در راه‌های دیگه از استفاده شود. سخنگوی رئیس جمهور هر گونه فشار را درباره برکناری امرالله صالح و محمد حنیف اتمر از مقام‌هایشان رد می‌کند و می‌گوید که هیچ گونه مداخله یا فشار بیرونی در این باره وجود نداشته است. در افغانستان حکومت خپل منافع ګوري، د افغانستان د خلکو منافع ګوري او دغه دواړه مقاماتو هم د افغانستان د خلکو د منافعو لپاره استعفا کړي او د مسؤلیت اخیسته دغه مهم امنیتی پیښې نور هیڅ ډول لامل پدې کې نشته. در حالی که گفته می شود نبود دو شخصیت در نهادهای امنیتی یک کمبود جدی در حکومت افغانستان به شمار می رود، سخنگوی رئیس جمهور می گوید که رئیس جمهور درباره معرفی دو فرد تازه برای وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی و وزیران باقی مانده کابینه به زودی تصمیم خواهد گرفت. در این حال آگاهان مسائل امنیتی کشورهای غربی استعفای امرالله صالح و محمد حنیف اتمر را فاجعه بار می‌دانند. روزنامه گاردین در مقاله می‌نگارد که اگر افراد فاسد جاگزین دو تن شوند، جامعه جهانی باید افغانستان را ترک کند. این آگاهان دولت افغانستان را در نبود این دو تن با چالش‌های جدی روبرو می‌دانند. در این حال مقامات ناتو از استعفای این دو مقام بلندپایه امنیتی شگفتی زده شدند. گاردین در مقاله به نقل از کارشناسان امنیتی استعفای امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی و محمد حنیف اتمر وزیر امور داخله را آسیب بزرگی به دولت افغانستان می‌داند و می‌نویسد که نبود این دو شخصیت در عرصه امور امنیتی و آوردن اصلاحات در پلیس فاسد و غیر حرفه‌ای افغانستان ضایعه بزرگی است. روزنامه این دو تن را دارای شهرت نیک جهانی در کار مبارزه با فساد اداری می‌داند و می‌گوید اگر افراد فاسد به جای این دو گماشته شوند، کشورهای کمک کننده افغانستان را ترک خواهند کرد. این آخرین سیلی بر روی جامعه جهانی بود. این دو تن با این کار خود به امریکاییان و بریتانیاییان فهماندند که آنان دیگر نمی‌توانند از این دو تن پشتیبانی کنند. آقای صالح همواره سازمان استخبارات پاکستان را مسئول حمله های طالبان در افغانستان دانسته است. روزنامه می‌افزاید که استعفای امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی مقام‌های امنیتی پاکستان را خوشنود کرده است. چنانکه پیش از این مقام‌های پاکستانی گفته بودند زمانی با افغانستان روابط خوب خواهند داشت که آقای صالح از مقامش برکنار شود. اما ریاست جمهوری این گفته‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که این دو تن تنها به علت ناکاراییشان در تامین امنیت جرگه ملی مشورتی صلح استعفا کردند. اخراج این دو شخص موضوع قابل تعمق است و نشان دهنده افزایش بی‌اعتمادی بر دو فرد کلیدی اداره رئیس جمهور کرزی که صادقانه در 7 سال اخیر کار کردند در کاخ ریاست جمهوری است.
روزنامه از زبان دیپلمات‌های خارجی و کارمندان ریاست جمهوری افغانستان از افزایش تنش میان رئیس جمهور کرزی و این دو شخصیت خبر می‌دهد و می‌نویسد که آقای اتمر در آغاز امسال نیز مجبور به استعفا شده بود. روزنامه می‌افزاید با آنکه این دو شخصیت حمایت قوی جهانی را با خود داشتند، اما رئیس جمهور کرزی آنان را مجبور به استعفا کرد. در همین حال رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده ای آمریکا استعفای این دو مقام بلندپایه افغانستان را مسئله داخلی این کشور می‌داند و می‌گوید که رئیس جمهور کرزی باید به زودی دو شخصی را که دارای مهارت‌های مانند آنان باشند به این دو مقام معرفی کند. جمهور میگوید که رئیس جمهور درباره معرفی دو فرد تازه برای وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی و وزیران باقی مانده کابینه به زودی تصمیم خواهد گرفت. در این حال آگاهان مسائل امنیتی کشورهای غربی استعفای امرالله صالح و محمد عنیف اتمر را فاجعه بار می‌دانند. روزنامه گاردین در مقاله می‌نگارد که اگر افراد فاسد جاگزین دو تن شوند، جامعه جهانی باید افغانستان را ترک کند. این آگاهان دولت افغانستان را در نبود این دو تن با چالش‌های جدی روبرو می‌دانند. در این حال مقامات ناتو از استعفای این دو مقام بلندپایه امنیتی شگفتی زده شدند. گاردین در مقاله به نقل از کارشناسان امنیتی استعفای امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی و محمد عنیف اتمر وزیر امور داخله را آسیب بزرگی به دولت افغانستان می‌داند و می‌نویسد که نبود این دو شخصیت در عرصه امور امنیتی و آوردن اصلاحات در پلیس فاسد و غیر حرفه‌ای افغانستان ضایعه بزرگی است. سلام، با خبرهای این ساعت طلوع خوش آمدید. امروز دوشنبه 17 ماه جوزای سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 7 ماه جون سال 2010 میلادی. در این برنامه سیاوش ضمنی و تمنا احمد زیرانی است با تازه ترین رویدادهای ورزشی و پیش بینی آب و هوای فردا در استودیوی خبر با خود داریم. در آغاز سرخط چند خبر از کشور. واکنش‌ها در برابر کنار رفتن وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی از مقام‌هایشان، ناکام خواندن تلاش‌های جامعه جهانی در کار مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و جرگه ملی مشورتی صلح موافقت بزرگ برای افغانستان و روزنامه این دو تن را دارای شهرت نیک جهانی در کار مبارزه با فساد اداری می‌داند و می‌گوید اگر افراد فاسد به جای این دو گماشته شوند، کشورهای کمک کننده افغانستان را ترک خواهند کرد. این آخرین سیلی بر روی جامعه جهانی بود. این دو تن با این کار خود به امریکاییان و بریتانیاییان فهماندند که آنان دیگر نمی‌توانند از این دو تن پشتیبانی کنند. آقای صالح همواره سازمان استخبارات پاکستان را مسئول حمله‌های طالبان در افغانستان دانسته است. روزنامه می‌افزاید که استعفای امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی مقام‌های امنیتی پاکستان را خوشنود کرده است. چنانکه پیش از این مقام‌های پاکستانی گفته بودند زمانی با افغانستان روابط خوب خواهند داشت که آقای صالح از مقامش برکنار شود. اما ریاست جمهوری این گفته‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که این دو تن تنها به علت ناکاراییشان در تامین امنیت جرگه ملی مشورتی صلح استعفا کردند. اخراج این دو شخص موضوع قابل تعمق است و نشان دهنده افزایش بی‌اعتمادی بر دو فرد کلیدی اداره رئیس جمهور کرزی پاکستان. شجاع زاکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ریاست جمهوری نبود امرالله صالح و محمد عنیف اتمر را در دستگاه‌های امنیتی کشور ضایع می‌داند، اما از مسئولیت پذیری آنان ستایش می‌کند. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که این دو مقام به خاطر کوتاهی در کار تامین امنیت جرگه ملی مشورتی صلح از مقام‌هایشان استعفا دادند و انگیزه دیگری وجود ندارد. یک روز پس از استعفای امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی و محمد عنیف اتمر وزیر امور داخله، سخنگوی رئیس جمهور میگوید که هرچند نبود این دو شخصیت یک ضایعه برای حکومت است، اما رئیس جمهور کرزی مسئولیت پذیری و شهامت این دو را ستایش میکند. این مسئولیت مقامات امنیتی کشور پذیرفتند و با کمال صداقت و با کمال شهامت اینا استعفا دادن و طبیعی است که از یک طرف یک ضایعه بود، از یک طرف دیگر نوعیت حادثه قسمی بود که این باید جدی پیگیری میشد و ما قبلا هم گفتم که ما امیدوار هستیم که از این دو مقام سابقه حکومت افغانستان
در راههای دیگه از آن استفاده شود. سخنگوی رئیس جمهور ارگونه فشار را درباره برکناری امرالله صالح و محمد حنیف اتمر از مقامهایشان رد می کند و می گوید که هیچ گونه مداخله یا فشار بیرونی در این باره وجود نداشته است. د افغانستان حکومت خپل منافع ګوري، د افغانستان د خلکو منافع ګوري او دغه دواړه مقاماتو هم د افغانستان د خلکو د منافعو لپاره استعفا کړي او د مسؤلیت یې اخیستی د دغې مهمې امنیتي پیښې. نور هیڅ ډول لامل په دې کې نشته. در حالی که گفته می شود نبود دو شخصیت در نهادهای امنیتی یک کمبود جدی در حکومت افغانستان به شمار می رود، سخنگوی رئیس